تا حالا فکر کردی چرا بعضی‌ها هیچ وقت روی بدنشون تتو نمیزنن؟ شاید به نظر ترس و تنبلی باشه یا حتی فکر کنی آدمای ساده‌این. اما نه، پشت این تصمیم یه دنیای عمیق از روان و شخصیت پنهونه. یه انتخاب که بیشتر از ظاهر درباره روح و ذهن آدمه. تا آخر این ویدیو رو ببین که واقعا تو کدوم دسته، شاید جوابش خودت رو غافلگیر کنه. بخش 1، کمالگراها. اگه ساعت‌ها دنبال طرح‌های تتو گشتی اما هر بار چیزی کم بود یا زیادی، احتمالاً یک کمالگرا هستی. تو عاشق دقتی، دنبال بهترین طرحی، ولی هی دو دل میمونی. ترس از پشیمونی، از اشتباه، همون چیزیه که جلوت رو میگیره. کمالگراها فکر میکنن هر چیز دائمی باید مطلقاً بی‌نقص باشه و چون هیچ چیز واقعاً بی‌نقص نیست، دست آخر تصمیم رو نمیگیرن. میخوای بدونی شکل دیگه این ترس در آدمای آزاد چطوره؟ بخش 2، روح‌های آزاد. روح‌های آزاد آدمایین که هیچ چارچوبی براشون معنا نداره. برای اونا تتو یه قفس کوچیکه، یه علامت همیشگی روی پوست. کسی که عاشق تغییر و تجربه است حس میکنه تتو سد راهشه. نه از ترس، بلکه از عشق آزادی. فکرشون اینه که من هر روز یه آدم جدیدیم. چرا باید چیزی ثابت روی تنم باشه؟ همین فلسفه باعث میشه خودشون رو همیشگی و جاری ببینن، نه حک شده روی پوست. بخش 3، تتوگریزها. اما یه گروه دیگه هستن که کلاً از تتو بدشون میاد. نه به خاطر ترس یا آزادی، بلکه چون احساسشون نسبت به تتو منفیه. میگن تتو بی‌نظمه، شلوغ و آزاردهنده است. براشون پوست باید تمیز و ساده و مرتب باشه. ذهنشون زیبایی رو در سادگی میبینه و هر رنگ و خطوط اضافه براشون بیقراری میاره. اینا به دنبال آرامش بصری ان، نه فریادهای روی پوست. بخش 4، باورمندان درونی. و در نهایت میرسیم به اونایی که اصلا خودشون از درون بیان میکنن، نه با نشونه های ظاهری، بلکه با انتخاب ها و رفتاراشون. اونا نیازی به علامت های بیرونی ندارن، چون خودشون رو خوب میشناسن. هویتشون روی بدنشون نیست، توی ذهن و علم و باورشونه. تتو نزدن براشون یه نوع صداقت با خودشونه، یه اعلام من همونیم که هستم، نه چیزی که نشون میدم. حالا تو بهم بگو تو کدوم دسته ای؟ کمالگرا، روح آزاد، تتوگریز یا باورمند درونی؟ یا شاید یه ترکیب خاص از همشون؟ و اگه احساس میکنی هیچ کدوم بهت نمیخوره، نظرت رو بنویس. شاید دسته 5 دقیقاً خودتی. گاهی فهمیدن این که چرا کاری نمیکنیم به اندازه فهم خود اون کار اهمیت داره. اگه این ویدیو باعث شد یه لحظه درباره خودت فکر کنی، با آدمی که هنوز تتو نزده شیرش کن، شاید کمکش کنه خودش رو بهتر بفهمه. و یادت نره سابسکرایب کنی، چون هر هفته میریم سراغ یه بخش دیگه از ذهن آدم ها.